مصاحبه امروز درباره تجلیل جشن استقلال در پایتخت کشور در شهر دوشنبه است و با همکارم مومین احمدی. سلام عبدالمومین، و جشن امسال استقلال نظر به جشن سال گذشته چی تفاوت داشت؟ بله طور، چون هر سال امسال به هم مناسبت 23 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان در کشور چورابینی‌های فرهنگی اعلان شده است و در شهر نوای کشور با تنتنه از 23 سالگرد استقلال تاجیکستان تجلیل میکنند. در پایتخت کشور هم نمایش فروش محصولات گوناگون برگزار می شود و همچنین در باغ دوستی خلق و باغ استاد رودکی و دیگر گوشه های پایتخت نمایش و کنسرت ها با اشتراک سرورندها برگزار می گردد. در واقع از صبح تا نصف روزی در شهر مردم زیادی را دیدن ممکن بود که با پرچم های تاجیکستان خود را پیچانیده بودند و شادی و سرور ادامه می‌کردند. ولی عبدالمومین، گزارش هست که امسال مقامات تاجیکستان بیشتر سرگرم آمادگی به میزبانی نشست سازمان همکاری های شنغهای بودند و شکوه جشن استقلال نظر به سال گذشته کمتر بود. ولی خود مقامات میگویند که میزبان نشست سازمان همکاری های شنغهای به برگزاری جشن استقلال تأثیری نگذاشته است و اندک این مراسم امسال خاکسارانه‌تر برگزار شده است. و عبدالمومین، شما با مردم، با رهگذران در دوشنبه صحبت کردید. نظرشون درباره استقلال چی هست؟ بله طاهر، واقعا امروز در صحبت‌های سرراهی بودن مردمی که استقلال تاجیکستان را یک پدیده نادر عنوان می‌کردند و ظاهراً خود را در زمان استقلال تاجیکستان یک ساکن خوشبخت می‌حسابیدند. اما در این میان افراد بودند که شامل بودن تاجیکستان در هیئت شوروی را بهتر از استقلال می‌دانستند. اینها نفرانی بودند که یا جای کار نداشتند و یا مشکل زیادی اقتصادی داشتند که به گفته خودشون مسائل اجتماعیشون بهتر از زمان شوروی نیست. با این دلیل اونها بیشتر طرفداری زمان شوروی بودند و اونقدر زیاد از استقلال تاجیکستان جانبداری نمی‌کردند. اما جوانان زیاد و نسل نورسی که بودند و چون زمان شوروی رو ندیده بودند از استقلال تاجیکستان خیلی با خوشنودی صحبت می‌کردند. تشکر. همکارم مومین احمدی درباره تجلیل جشن استقلال تاجیکستان از شهر دوشنبه صحبت می‌کرد.